مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت، یا داشت آگهی ز پر و بال خویش، لیک میل جدا شدن ز من و از پدر نداشت. در کودکی به مادر خود خواستم برم، یک هدیه لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. دریافتم به گاه جوانی آن زمان، جز عشق یار سینه هوایی دیگر نداشت. مادر فرشته بود پری خود کشاد و رفت، از بس علاج پیش قضا و قدر نداشت. مادر فرشته بود، دقیقاً فرشته بود، حتی به دوش بال و پری هم اگر نداشت. آدمی را گر خدا آرد نخست، آدمیت را کند مادر درست. مادری فرخنده شاگردی خداست، استادی درگاه کبریاست. سلام همراهان عزیز، اینک مرکز خیرت تصمیم گرفته است که آزمونی را تحت عنوان اندر ثنای مادر بخشیده به روز گرامی داشت مادران عزیز برپا نماید. این آزمون در دو بخش عبارت است، بخش نظم و بخش نثر. شما در بخش نظم می توانید آن همه پارچه های شعری، رباعی، قصیده، غزل و عموما پارچه های نظمی و در بخش نثر باشد قصه، حکایه و اندیشه‌ای که بخشیده به مادران هستند می توانید در نزد دوربین تلفن های خود ثبت نموده به نشان خیرتباد در تلگرام بفرستید. در این آزمون اعضای حکمان اشتراک می کنند و طرز شعرخوانی، مضمون و کامنت و لایک ها به نوبت گرفته می شوند. نفرانی که در این آزمون سزاوار جای اول می گردند سزاواری 500 سومون، جای دوم باشد 300 سومون و جای سوم سزاواری 200 سومونی می گردند. در مجموع 2 تا جای اول، 2 جای دوم و 2 تا جای سوم. به همین شما برار می خواهیم شتابید و در این آزمون اشتراک کنید.